عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران و خواهران عزیزم، چون وقت گذشته و مراسم ادامه داره. بعد از بنده مدعیان عزیز حضور دارن و انشالله استفاده خواهیم کرد. من یه نکته خیلی خیلی کلیدی و مهمی میخوام خدمتتون عرض بکنم، اونم این که کسایی که زیارت عاشورایی بار اومده بودن امروز میدونن باید چیکار کنن و اصلا دچار سردرگمی نمیشه. یه زمانی سخنرانی بنده انجام دادم به عنوان مقامات زیارت عاشورا. حالا هر فرصت کرده که عزیزی خواست اونو گوش کنه بیشتر این بحث براش در واقع جا میفته. ما یک عمر شعار دادیم که فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم و رزقنا البراءة من اعداکم. این که شما براءت داشته باشید نسبت به دشمنان خدا رزقه، اینو به هر کسی نمیدن. اگر میبینید کسانی در مقابل دشمن نرمترن، شاید خدایی نکرده کرنش کنن، اینها محروم ماندگان از رزق خدان. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، همراهی با اهل بیت در دنیا و آخرت قبلشون اومده که رزق براءت از دشمناتو به من بده. من امروز ویژه میخوام راجع به این صحبت کنم که انتقام از قضا یک دستور ویژه برای منتظران است و ربط دارد. شما در زیارت عاشورا یک سیر و سلوکی رو شروع میکنید تا برسید به ان یبلغن المقام المحمود، به اون جایگاه ستوده شده، ستایش شده، مدح شده. اینو به هر کسی نمیدن. از کجا شروع میکنید؟ این سالک تو زیارت عاشورا اول وقتی راجع به خونخواهی امام حسین داره صحبت میکنه میگه السلام علیک یا ثار الله، سلام بر توی کسی که خدا خونخواهته، ای خون خدا. جلوتر میره، خیلی جالبه، میگه فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور. میگه بعد خونخواه رو امام زمان معرفی میکنه، اون کسی که خونخواهی رو در روی زمین انجام خواهد داد حضرت ولیعصر ارواحنا فداست. یک عمر ما اینو خوندیم، لافشو زدیم، حرفشو زدیم، در 2 جای زیارت عاشورا اسم میبریم و ان یرزقنی طلب، رزق به من بده، لیاقت داشته باشم این رزق الهی نصیب من بشه که من مطالبه کنم خون تو را، همراه با کی؟ یک جا مع امام منصور، یک جا دیگه مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. 2 جای زیارت عاشورا تاکید شده. یک عمر حرف زدیم، بسم الله عمل کنید. انتظار یک روز حرف بود، در عمل نشون بده. امروز روزیه به نظر بنده که منتظران باید نشون بدن تفاوتشون با بقیه در کجاست. پس خوب دقت کنید، تحول زائر رو، زائر ابا عبدالله رو، سالک مسیر حسین علیه السلام رو که از ثار الله شروع میکنه، خونخواه خداست. خب خونخواه خداست چجوری این کار انجام میده؟ از آسمون رد و برق میخواد بزنه؟ نه، به واسطه ما روی زمین این باید اتفاق بیفته. رهبرمون کیه؟ مقتدای ما کیه برای خونخواهی ابا عبدالله طلب ثارک مع امام منصور؟ بعد تو فراز بعدی خیلی اتفاق عجیبی میفته. این مع امام منصور هم همینجا توضیح بدم، این آیه داره، کسی که قرآنی باشه اینو میدونه. و من قتل مظلوما، هر کسی مظلوم به شهادت برسه، کشته بشه، فقط جعلنا لولیه سلطانا، خدا میگه برای ولی دمش تسلط قرار داده، سلطه قرار داده، اجازه دارد و این اتفاق خواهد افتاد و این سلطان قطعی است. برای چی؟ فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. برید روایاتو بخونید. در عموم روایات ما گفته شده که مراد از مقتول این آیه ابا عبدالله و مراد از آن کسی که خونخواهی میکنه و منصور است و قطعا پیروز است امام منصور. یه روز به خود بنده گفتن که آقا این موکب میخوایم بزنیم تو 40، اسمشو چی بزنیم؟ گفتم بزنید مع امام منصور. اینو باید زیست. کسایی وقت امام زمان ظهور میفرماد پاش وای میسن که قبلش مانور انجام داده باشن، تمرین کرده باشن. یک زیارت عاشورا میخونی، میگه من این جایگاه رو درک میکنم، بعد پیش میری اینجا یک عبارتی استفاده میکنی خیلی عجیب. از ثار الله شروع کردی، بعد گفتی ثارک، حالا ببین چی میگی؟ و ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. میگه خونخواه خودمم، خونخواه شمایی خدا، خونخواه شمایی حضرت علی ولی است. حالا چی میگه؟ خونخواه ماییم.
یعنی اون خونخواهی به رهبری حضرت ولی است به واسطه کی انجام خواهد شد؟ من و شما. اگر رزق بهمون بدن، اگر لیاقت داشته باشیم. پس اینو بدونید، این حس انتقام مقدس، این بغض مقدس، رزق به هر کسی نمیدنش. روایت براتون میخونم که ببینید خدا میگه کسایی که این حسو ندارن دوچار چه عارضه میشن، که شما بعضا متاسفانه در برخی همین عارضه رو میبینید امروز، چه دوری نیستش. و رزقنی البراءة من اعدائکم، رزق و رزقنی، یه رزق من کن، من براءت داشته باشم نسبت به دشمناتون، مبادا کوچکترین حبی بکشه ببره. بنی اسرائیل چرا این بلاها سرش میومد؟ محبت داشت نسبت به المانهای طاغوتی مصر باستان و فرعون، دست خودش نبود. تو مصر گوساله میپرستیدن، ولشون میکردی، هر کاری میکردی نمیفتن سراغ گوساله. نماد اون منطقه‌ای بود که مصری ها اونجا بودن، گاو آپیس میپرستیدن. بعدن هم که اومدن رها شدن این طرف دریای سرخن، بازم شما میبینی سامریشون برمیداره گوساله زرد رنگ و طلایی میسازه. باید در مقابل خصم ایستاد. این رزق مگه به هر کسی میدن؟ ببینید خداوند متعال برای ما راه رو مشخص کرده. اهل بیت فرمودن فمن ترکه رغبتا عنه البسه الله ثوب الذل و شمله البلا. هر کسی این رو بذاره کنار، این روحیه جهاد رو بگذاره کنار و ترکش کنه از روی بیمیلی، خداوند جامعه ذلت را بر او میپوشاند و بلا را بر او فراگیر میکنه. امیرالمومنین خطبه 27. اغزوهم، باشون وارد جنگ بشید، قبل ان یغزوکم، قبل اون که اونا بیان سراغتون. فوالله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ضلوا. فوالله، امیرالمومنین لفظ والله استفاده کن، لفظ جلاله. چی میفرماد؟ که برید زودتر شما وارد بشید که بجنگید با اونا، که اگه بیستید اونا سراغ شما بیان. قومی بدبخت و ذلیل و خوار نشد الا که همین کارو کرد. وایستاد اول اونا بلند شن بیاد. فرمایش امیرالمومنین. اینجا تو باید نشون بدی شیعه امیرالمومنین کی هستی؟ یکی هم تو زیارت عاشورا که خوندی. این ایام عزیزان میدونن بنده اینجوری نیستم، به وقت خدای نکره خودم رو تو این جایگاه نمیدونم به مردم بگم مثلا این دعا رو بخونید، اون دعا رو بخونید، ذکر بگم، اصلا با این چیزا کار ندارم. اما میدونن عزیزانی که سخنرانی حقیر رو پیگیری میکنن، بنده چند سالی است مکرر و مسررانه عرض میکنم که آقا این زیارت عاشورا رو بخونید، اگر میتونید با 100 لعن 100 سلام بخونید. این باید از این ذکر لسانی وارد قلب شما و عمل من و شما بشه. حدیث از پیامبر و ترکتم الجهاد، وقتی ترک بکنید چی میشه؟ سلط الله علیکم، خدا مسلط میکنه بر شما، ذلن، ذلالت و بدبختی، که ذلیل شدنی، که ینزعه حتی ترجع الی، که مادامی که به دین خودتون بر نگردید دوباره، یعنی باید این حس رو بذار به دین برگشتن، یعنی این حس رو کنار گذاشتن. که اگر شما بخواید این مسائل کوتاه بیاید، بعد چی میشه؟ این حسه. اینجا رو گوش کنید، خیلی عجیبه. ولا ینزعن الله من صدور عدوکم المهابة منکم. میگه میدونید چی میشه؟ اگر این کارو کردید، گذاشتید کنار، انتقام گذاشتید کنار، این روی مجاهدت گذاشتید کنار، این بغض مقدس گذاشتید کنار، چه اتفاقی براتون میفته؟ میگه خدا از قلب دشمنانتان مهابت و هیبت شما رو پاک میکنه. ینزعن، دیگه آدم حسابتون نمیکنن، نمیترسن ازتون. اگه میخوای ازتون حساب ببرن، اگر میخواید سلاح مخفی الهی میدن که از سلاحهای خداوند خوفه که تو دل دشمنا میندازه، میخواید کار بکنه یه اقدامی شما باید انجام بدید. ولا یقذفن فی قلوبکم الوهن. بعد تو دلای شما میدونید چی میفته؟ تو دلای شما وهن. پرسید وهن چیست یا رسول الله؟ حضرت فرمود حب الدنیا و کراهیت الموت. گفت اون موقع دنیا پرست میشید و وقتی دنیا پرست شدید یکی میشید مثل همین جهودا میشید. دنیا میپرستن. شما الان برو بالا تا پایین برخی از کتب دینیشون رو نگاه کنید، یک آیه در مورد معاد و قیامت نیست. همه رو حذف کردن. همه رو حذف کردن.
برادر من، خواهر من، این یک عهده گردن ما. شما ببینید رهبر انقلاب، اول اینا متوجه هستی تو پیامایی که رهبر حاضرمون تو پیامایی که ایشون میده تقریبا بلا استثناء اشاره به وجود نازنین حضرت ولیعصر ارواح فدا هست. به صورت ویژه همه رهبران ما امام زمانی بودن، ایشون تأکید دارن بر این مسئله. این عبارت گوشون عبارت عیناً بعد از تشییع پیکر رهبر شهیدمون بیانیه که دادن. ببینید چی میگن: عهد میبندیم جمع. ایشون با کی؟ معلوم با من و شما مردم، همون کسایی که اومدن تو تشییع پیکر مطهر ایشون پرچمای قرمز رو بلند کردن، پرچمای قرمز خونخواهی رو بلند کردن. عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ رو از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. بین علما اختلاف افتاد. نقطه مقابل عهد چی؟ اگر این عهد رو بگذاریم کنار چی میشه؟ دو تا آیه قرآن براتون میخونم، حدیث براتون میخونم. ولم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله الا سلط الله علیهم عدوا من غیرهم. بدون یک دشمنی غیر خودشون بر شما مسلط خواهد کرد اگر این عهد بشکنید با خدا و پیامبرش. این وعده الهی است. حالا میخواد به وعده ترامپ عمل کنی و وعده خدا. این الله اکبری که طرف میگه خدا بزرگترین است، اینجا باید خودشو نشون بده. ببین از خدا بیشتر میترسی؟ خدای بزرگتر از بمب‌های اتم، خدای بزرگتر از ناوهای فلان و کذا و غیره. اینجا خودشو نشون. اگر عهد کسی چی میشه؟ و به ما نقضهم میثاقهم لعناهم، لعنتتون میکنه خدا. و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلاتون هم سنگ میشه. دلاتون سنگ بشه میدونید چی میشه؟ قلب یه جوونی رو زنده زنده تو سینه‌اش بیرون میکشی میکشیش. چی شد بنی اسرائیل اینطور به این شدت این خوی سبعانه رو پیدا کرد؟ اینقدر راحت آدم میکشن. عهد شکنی کردن با خدا. چی شد برخی از مسلمین اینطور رفتارهای بعضن جنایتکارانه ازشون صدر زد؟ شما دیدید، غیر بعضنش هم داریم در صدر اسلام، نمونهش عاشوراست. چی شد؟ عهد غدیر شکستن. عهد بشکنی اولین اتفاقی که میفته لعنت میشی، و چون لعنت میشی سنگدل میشی. سنگدل که شدی هر کار میکنی. مگه قرآن نمیگه بنی اسرائیل شروع کردن پیغمبر خدا رو ذبح میکردن چون عهد شکستن؟ اونا پیغمبر کشتن، اینا امام کشتن. این خیلی مهمه. و نکته آخرم، بارها عرض کردیم، یکی از اصلی ترین عوامل و دلایل غیبت یخاف القتل، ترس از کشته شدن و شهادت امام زمان وجود دارد. 11 تا امام دیگه دم دست بودن، نتونستیم جونشون رو حفظ بکنیم، به شهادت رسیدن. من نمیگم که شما نخوندید؟ آیه قرآن نشنید خائفا یا ترقب؟ میگه موسی خوف داشت از کشته شدن، رفت به سرزمین شعیب. در زیارت روز جمعه همین امروز میخونیم السلام علیک ایها المحذب الخائف. این خائف یعنی شما ترسونه، یعنی ترسان، این ترس از کشته شدن شما وجود دارد. زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ان للقائم غیبتا قبل ان یقوم، یه غیبتی خواهد داشت قیام کننده از ما، انه یخاف، که او ترس در مورد ایشون وجود دارد. بعد میگه و اومع بیده الی بطنه، میگه این تیکه رو حضرت حرف نزن. ما چجوری دست میکشیم زیر گلو و چاقو؟ یعنی ترس کشته شدن. میگه به شکم مبارکشون اشاره کرد، به بطنش و علامت چاقو، یعنی ترس کشته شدن، یعنی این، یعنی قتل. عبارت هم هستش. روایت دیگری از پیامبر نقل شده که لابد للغلام من غیبت، که این جوان حضرت ولیعصر میفرمان که در آخر الزمان غیبتی خواهد داشت، لابد ناچارن غیبت خواهد بود. وقتی پرسیدن چرا، فرمود یخاف القتل.
اینکه ترس از شهادت ایشون وجود داره. نکته اصلی و کلیدی اینجاست که خوف قتل علت احتیاط و اختفا پیش از زمان مأموریت اصلی است و اون مأموریت اینقدر مهمه چون بست عدل بر روی زمینه و اصلا هدف خلقت این بوده که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما اصلا جن و انس رو نیافریدیم برای اینکه بپرستن خدا رو که این پرستش نمود پیدا خواهد کرد بعد از ظهور. اصلا هدف خلقت خدا امروز دست حضرت ولی است. فلذا این احتیاط خود شرط عقل است و این نشون میده که این قصه زمینی باید جمع بشه. یک بخشش دست خودش، بخشش دست ماست. باید انقدر ادعا و دمون قوی کنیم چنان پیش بریم که کسی جرئت نکنه دیگه به بزرگ شیعه چپ نگاه کنه. شهادت رهبر شهید ما امروز بزرگترین آزمون ما در رابطه با ظهور است. من نمیدونم چقدر برخی از مسئولین ما نسبت به این مسائل و به این مبانی چقدر آشنا هستن، چقدر این رو ملاحظه. مبادا خدایی نکرده خودتو بگذاری در جایی که مانع باشی در سر راه ظهور، که بدترین افراد از نظر خداوند متعال مناعا للخیر است. کسی که منع کننده در راه خیر باشد. برید ببینید آیات در موردش چی میگه. تعجب برانگیزه اینکه قرآن میفرماد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، که ما این در قصاص مایه حیات و ادامه شماست، صاحبان خرد. یعنی اگه نمیفهمی خرد نداری دیگه، اگر بفهمید، اگه عقل و شعور داشته باشید، منظور اینه. میگه این قصاص شما رو نگه میداره. یعنی چطور میخوای زندگی کنید؟ امروز حفظ جان رهبرمون، اگر عرضه داریم باید کاری بکنیم که ایشون جا امثال ماها ایشون بیاد اینجا بهش سخنرانی کنه. چطور این اتفاق ممکنه؟ جوری باید بابت شهادت رهبر شهیدمون انتقام بگیری که اینا با خودشون بگن میشه زد اما نمیارزه. تمام رئیس جمهورهای دنیا رو میشه زد اما نمیارزه. گرفتی چی شد؟ ببین ما یه امام شهید داشتیم ابا عبدالله، یک امام غائب داریم که میخواد خونخواهی کنه. الان یه رهبر شهید داریم و یک رهبر غائب که میخواد خونخواهی کنه. پا کی هستی؟ از این واضح‌تر خدا باید شما حرف بزنه؟ از این واضح‌تر خدا نشانها و علائمش رو بفرسته در کف جامعه؟ بعد میگه آخه این قصاص، میگه قصاص مایه حیاتتونه. ها بقیه آیه هم نمیخونن. میگه آخه بعدش گفته اگه ببخشید خوبه و فلان. بازی عزیز دیگه هم گفتش که حالا وایسیم اون زمان بیاد انتقام رو بگیره. انتقام اصلی داداش ماله نکش. این وظیفه من توئه. اینا رو بذار کنار. میدونی بقیه آیه چیه؟ قرآن چی میفرماد؟ یا ای الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه. این ماجرای بخشیدن، فمن عفی له من اخیه، برادرش اگه اتفاق بین خودتون مؤمن افتاد یکم بخشید، قصاص نکرد، خب خوبه. و یعنی اگر کسی که مؤمنی را به شهادت برساند بکشد، مؤمنی را بکشد، قرآنش چیه؟ میگه خالد در جهنم میشه. قرآن نمیفهم جهنم میره. از اون جهنمیه نیست که 60 سال عذابش بیاد بیرون. خالد در جهنم میشه. حالا ترامپ داداشتون شده؟ اینا باید بدون. الان میگن آقا 30 روز زنش ظاهر نشده در ملأ عام. خوبه همین. تا آخر عمرش باید تو همون کامیونه زندگی کنه. این شعاری هم که دادید قشنگ بود. Revenge will strike. قطعا این انتقام ضربه خواهد زد. Stay in your truck. تو آخر تو همون کامیون غذا بمون، حمل غذا، که ایشالا میشه کامیون حمل گوشت خوک. و این مطالبه واقعا من نمیدونم دیگه، وقتی مردم اینجوری مطالبه کردن، رهبر شهیدمون اینجوری اومد ایستاد محکم و عهد بست با رهبر شهید. ما عهد میبندیم. این مانور ماست امروز. اگر اینجا مانور دادیم به خدا این پالسو میفرستیم که چی؟ ما پا ولی خودمون میستیم. یه مانور اطلاعاتی قشنگ.
این عین عقلانیت، این عین خرده که باید کاری بکنیم که بعد از این اینا هیچ وقت جرئت نکنن به زعیم شیعه نزدیک بشن. ما شکست اطلاعاتی داشتیم، مسئولینمون رو میزدن، الان در به در دنبال رهبرمون هم نمیتونن پیدا کنن. این خوبه، یعنی بلدید میتونید با وجود این که طرف مقابل بمب اتم هم داشته باشد جان ولی خودتون چیکار کنید به صورت زمینی با همین تدابیر زمینی. شما دیدین نشریه تایمز گفت مدت هاست از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و وسایل الکترونیکی ایشون استفاده نکرده. این یعنی چی؟ یعنی دقیقاً صدا رو دارن، با هوش مصنوعی و غیره میتونن بفهمن چه کسی کجا چی استفاده کرده. و الان ما خوابیدیم روی شبکه پیک، روی افرادی که دارن نامه‌ها رو میبرن میارن چند دست میشن تا بتونیم بگیریم پیدا کنیم. این الان آزمون ماست، آزمون دستگاه اطلاعاتی ماست، آزمون مردم ماست، آزمون دستگاه نظامی ماست، همه مسئولین، چه اقتصادی، فرهنگی و غیره. وقت گذشته، ببخشید من بیشتر از این مصدقتون نمیشم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله سال آینده ما عید بیعت رو در کنار حضرت ولی عصر ارواحنا فداه انشالله جشن بگیریم. انشالله دستمون تو دست مبارک ایشون خداوند متعال قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.